السلام علیکم معلم جان. علیکم السلام و ان رحمت شاء الله. الله که صحت و سلامت میگی. معلم جان، من سوالی من درباره همین ایده بود. 2 هفته پیش خواهرم شوهرش گذاشتن. مسئله همین ایده من بگو که همین استاد البته سوال کنید به جان گفته. همون شوهرش گذاشتن 2 دخترچی مایده داره. من زبط شما درباره ایده روان کردی بودم وایبه وش کرده سو شرایطش هم خیلی که شوهرش گذاشتن یک حولی کلام به 2 دخترچه که خودش تنها ماندگی. پدر و مادرم پیر رفته و خبر گرفته نمیتونم. و گفت که یگان من اکو اخوانی پدر و مادر به رفته خطی و یا زندگی کنم گناهکار نیشته باشم. یگان که نیست خانش نه اینجا گناهکار نمیشه بخوارم. من به فکرم خودشون سوال دادن عینا همین سوال به مانند بود. من جواب داده بودم که مادامی که ترسن، اگر ترسن یکی خداوند رحمت کند شوهرشان برای نزدیکانشان. الله ثبت دیگر دنیا هم خیلی است پای ادیبه. این مسئله تقدیر است. چیکار کنیم که مرگ و زندگی دستی ما نداریم. خواه و ناخواه دل آدم شکسته می شود، لیکن از دست انسان به جز رضایت چیز دیگر نمی آید. وقتی که تنها هستند و می ترسند، یعنی ضرر دارد در آنجا ایستادن برایشان، خصوصا پدر و مادر باشد که باید به آنها نگاه و بین کنند باشد. پدر و مادر اگر نیاز به دخترک داشته باشد، نگاه کردن پدر و مادر چی به پسر چی به دختر فرض است. در این وقت بروند همراه آنها زندگی کنند یا هر دوی ویها رو به خانهشان بیارن. اگر راضی شوند بهترین میشد که پدر و مادر رو بیارن به خانه شوهر تا عده برآمدن. اما علاج آوردن نباشد بروند با کنست در عده بیهوده مغازه روی و مهمانی روی و اینجا و آنجا گشتن ممکن است خواهرا. اما این حالتایی که پدر و مادر پیر داری در یک شرایطی هستی که استادی میترسی یگون بلا بالای سرت میآید، در اینجا ترک کردن خانه شوهر گناه نیست. این مسئله اتفاقی است چون که مسئله ضرورت است. و رسیبه بودن 2 دخترچه که بیملال میشیست خلاطیر نبود چون که شوهرش هر روز زنگ میزدن خیلی و اکو بعدی که گذاشتن الکه الوسونا همه رسیبه خواهرها دادرها منم خودم حاضر رسیبه قرار دارم. اکو من میرفته که شرایطی حاضر رفتن نداریم. برای همین التماس خیلی معلم جان بسیار جواب خوش دادید. سلامت باشید. الان نگهبانتان